سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. لیلا یارخدا هستم، نویسنده رمان نبض لحظه ها. با ادامه قصه در خدمتتون هستم. تصمیم گرفتم که در این پست به جای اینکه براتون لحظه به لحظه رمان رو بخونم، به صورت خیلی خلاصه و در واقع کامل و جامع رمان رو تعریف کنم، حالا تو تایم کمتر، چون اگر بخوام براتون رمان کامل توضیح بدم شاید مثلا توی 10 صفحه‌ای که براتون رمان رو بخونم نیم ساعت تایم ببره، ولی اینطوری یه خلاصه چکیده و فشرده از رمان، البته بدون اینکه جایی از قلم بیفته، رو براتون تعریف میکنم و توی وقت و زمان شما هم صرفه‌جویی میشه. امیدوارم که خوشتون بیاد و حتما برای من نظرتون رو کامنت کنین و اگرم خوشتون میاد سابسکرایب کنین و به دوستانتون